افغانستان از دست دادیم. 50% اقتصاد افغانستان از بین رفت. 54% مردم تحت فقر اقتصادی زندگی میکنن. اگر خدای ناخواسته یک تقلب دیگه صورت بگیره، احتمال داره که 80% خاک خود به نفع دشمن از دست بده و اقتصاد ما 80% مردم ما تحت فقر در زندگی خواهد کرده. این بی‌ثباتی و ناامنی تنها این مسئله طالبان نیست. عمل بسیار گروه‌هایی که در شمال جنگ میکنن، اکثریش گروه‌های جمعیتی هستند. در فاریاب، در جوزجان گروه‌هایی که جنگ میکنن یا جمعیتی هستند یا جنبشی هستند. این به خاطر است که مردم نتیجه مشارکت سیاسی خود در یک روند سیاسی به شکل شفاف نمیبینه. وقتی که من حضور خود در ساختار نبینم، وقتی که نتایج رأی خود نبینم، مسلماً تفنگ میگیرم برای علیه حکومت جنگ شروع میکنم. و این جنگ نتیجه اونمون تقلبات انتخاباتی است و این بی‌ثباتی سیاسی را تنها از طریق یک انتخابات شفاف میتونیم حل بکنیم. بسیار ببخشید که این مسئله را بگویم چطور میتونیم که یک انتخابات شفاف داشته باشیم. در موجودیت اشرف غنی شما 100% کل ما متيقن هستیم که بجز تقلب، دروغ، تعهد شکنی به هیچ نتیجه ملت افغانستان نخواهد رسید. بنان انتخابات ریاست جمهوری بعدی باید تحت نظارت و اداره یک حکومت بی‌طرف باید صورت بگیره. چرا یا مدعیستن یا خودشان مشروعیت سیاسی خودم از دست دادن، باز هم میخوان خود کاندید بکنن و یگانه راهشان که یا بتونن به قدرت برسن اونمون تقلب انتخاباتی است. گفتم اگر تقلب صورت بگیرد کشور طرف یک فروپاشی سیاسی میره. درست؟ بنان کل ما باید جمع شیم. از تمام رهبران سیاسی دعوت میکنم که دور یک محور سیاسی جمع شیم، یک بدیل جستجو بکنیم، یک راه حل سیاسی رو جستجو بکنیم و از نظر ما بهترین بدیل عامی است که یا از طریق لوی جرگه یا از طریق مکانیزم های دیگه ما یک حکومت موقت به وجود داریم تا او حکومت موقت یک انتخابات شفاف در کشور بتونه برگزار بکنه تا خدا بخواه که ما مشکل سیاسی خدا با وجود آوردن یک حکومت ملی بتونیم حل بکنیم، باز بریم طرف رفاه اقتصادی و اجتماعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اظهار سپاس و امتنان از جناب محترم احمد ضیا مسعود، معاون جمعیت اسلامی و معاون پیشین ریاست جمهوری. یک دقیقه وقت بتیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با کامل احترام که با معاون صاحب، با خانواده معاون صاحب و با برادر عزیز داریم قرار ماست. ما امروز با تجلیل سالگرد سالم جان و همکاران شامل بود و بازم تسلیت میگم جناب زیدیارس و جناب برادر عزیز که دیگه در این حادثه قربانی شدن. سه گپ است که ما جواب میتیم و باز پیشم از زیدیارس اجازه گرفتیم میریم. اول ما اگر اشرف غنی قاتل بسازیم یا قاتل باشن، شما میفهمید که ما نه به اشرف غنی رای دادیم، شما کمپینرش بودیم. ما کاندید ما استاد صاحب بود و دوره دو به دکتر عبدالله رای دادیم. اگر تقلب هم بود شما کردین، اگر نظام تقلبی آوردین شما آوردین، اگر قاتل هم بودین نظام قاتل هم بود شما در قتل شریک بودین. لطفاً تفرقه را دیگه در قومای محترم نفردین. ما سخت از جمعیت خفه هستیم من حیث یک برادر مجاهدش. یک دقیقه وقت برادرای عزیز وقت یک دقیقه وقت بدین. گوش کرده بودین، گوش کنین برادرای عزیز همین یک گپ است. ما خواهش شما یک دقیقه وقت بدین. آرام باشه یک دقیقه وقت بدین. وطندار آرام باشه. گوش کنید. باید حوصله برادران، باید حوصله داشته باشیم. خب امو دموکراسی اگر گوش کنید جوانای عزیز ما که گوش خیلی جوانای عزیز گوش کنید. ما
همسنگر برادرای جمعیت هستیم. همسنگر برادرای جمعیت هستیم. در این حادثه ما به شمول ما زرمتای صاحب چند جوان دیگه، چند مسافرای دیگه زخمی شدن. هر جایی که بحث سیاسی بودن گفتن این سال جمعیت بود. اما ما کشته می شدیم. ما جمعیتی بودیم. دشمن افغانستان مردم افغانستان است. نه از جمعیت، نه از به همه مردم افغانستان یک سان فکر میکنه. این ظلمتای جمعیتی بود. اما دیگه دوستان جمعیتی بودن. برادرای عزیز، ما و شما درد ما و شما یک درد است. تکلیف ما و شما یک تکلیف است. خفگان ما و شما و خوشی ما و شما یک خوشی و یک خفگان است. بله از خدا، بله از قرآن بیاین به هوش بیاین. این کشور ما بسیار درد دیدن، بسیار تکلیف دیدن، بسیار زحمت دیدن. ولی ما یک چیزی که ما با مو خاطر آمدیم ولی میگیم ما معاون صاحب رهبر سیاسی ماست. 5 سال با اون با معاون صاحب و مزید مسعود و با کرزی رای دادیم، وزیر ریاستش زندگی کردیم. ولی با ما این توجیه میتن 17 سال پیش بعد با ما میگن برادر ما مولا هستیم، مولا صاحب حبیب الرحمن عبدالله اجازه ما باید اما زندگی خودم من حیث شریعت عیار کنیم. 17 سال 18 سال بعد ما میگن که امود فاریاب که حادثه است و اهل جنگ ریاض دارن، اینجا بخش جمعیت و بخش جنبش مخالف نظام است. به خاطر که در نظام نیستن، سر از این که در نظام 50% هستن، نو مطالب خو مو گناه کردن که در نظام نبودن که جنگ کردن. ما چرا با مقاتلین ما شما خود به زبان خودم جواز میتیم که بیاین ما و شما در نظام نبودیم که ما و شما را قتل کنن؟ ولی از خدا به هوش بیاین. نظام ما و شما مشترک است، نظام ملی هستند. این نظام با افراد نیست که امروز در سبا شوانی در است شخص و در عبدالله دیروز شما و کرزی صاحب و قانونی صاحب و کرزی صاحب بودین، صبح یک روز دیگه یک برادر دیگه خواهر دیگه میایم. خب ما و شما کشور ما و شما با نام افغانستان کشور ما و شماست. ما و شما باید گپای منطقی، گپای عاقلانه، گپای که کشور ما جوانای ما در این وقت اساس که دشمن ما و شما در مورچه است با او باید گپ بزنیم که جمع شوین. با این شکل نمیشه. خواهش میکنیم از همه رهبرای سیاسی که گپ ما را قصدی و عمدی نگیرن. ما برادرت هستیم، در هر زمان در هر وقت امرای شما بودیم و عالم هستیم. لطفا گپای ملی با این جوانا ببینید. امو جوانا امروز هم احساساتی است. یک جوان پدر شما کشته شد در 17 سال، شما میگین که ما رهبر شما میگن به اون خاطر ما آل جنگ میکنیم که ما خود اینا نمیبینیم. اما طالبی که میگن که با ما زیر سلطنه کروز زیر ما شما در مقاومت هم بودیم، اما ما شما حرکت میکردیم و کروزای امریکا پیش ما بود، نظامی از اینا را چپا کردیم. چطور به او بگویم که شما در این نظام بودین و عالم ما با خود برات بتیم؟ خود به دشمن وسیله قواله شرعی نتین. تشکر. تشکر جناب مستشار صاحب. ما خواهش ما از همه دوستا و همه کسانی که به محفل تشریف آوردن ضمن سپاسگزاری ای است که با سیاهی صبر برخورد شود، حوصله‌مندی داشته باشیم، حرفای یکدیگر را بشنویم و بپذیریم. ما امیدوار هستیم که هر کس که دیدگاه خود ارائه میکنه دیدگاه مربوط به خودش میباشه و او حق داره که را بگوید. اما یک نقطه هم نادیده نگیریم که هر کدوم ما عالمی از گلایه ها و آزردگی ها را داره و ما در آغاز میخواستیم که بعضی مسائل مطرح بسازیم اما نخواستیم کار بکنم. 1 سال از یادسه میگذره. ما جدا از سیاسیون ما و از کسایی که از لحاظ تنظیمی و از لحاظ سمت و سو به ما نزدیکی داشتن گلمند هستم و به شکل تمام فامیلای شهدا که ما همیشه در ارتباط با هم دیگر بوده. کسی نامد بگویه که پرونده به کجا رسید، شما چی کردید، ما چی همکاری بکنیم. ما امیدوار هستم که اولی را داشته باشیم و از جناب دکتر فاروق وردک خواهش میکنم بیا بخیر صحبت داشته باش. افغانستان است، ما با یک دشمن مشترک مواجه هستیم، اما در عین زمان که دشمن مشترک است کمبودها، نقایص، مشکلات و نابسامانی هایی که مربوط به خود ما میشه ایران باید نادیده نگیریم. اگر کسی
اعتراف به این داشته باشه از دید ما او یک سیاستمدار موفق است، یک انسان است که به تاریخ و به مردمش و به تعهداتش باورمند. تشکر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، برادران نهایت عزیز، معاونین محترم مقام عالی ریاست جمهوری پیشین کشور، برادر ما محمد ضیا مسعود و برادر عزیز ما جناب قانونی صاحب، برادر بسیار محترم، حلیم، بردبار، وطن دوست جناب عزیزیار صاحب نایب دوم مشران جرگه، مسئولین محترم حکومت قبلی و حکومت فعلی، نمایندگان بسیار عزیز ملت ما در مجلسین شورای ملی، حاضرین مجلس، علماء کرام، متنفذین وطن، اصحاب مطبوعات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم نخست برای همه شهدای حوادث تروریستی 10 و 12 و 13 جوزای سال 1396 و سایر حوادث المناک که یک پی دیگر صورت گرفت و ملت عزیز ما را در ماتم نشاندند، از درگاه رب العزت جنت برین میخواهیم برای خانواده های غمدیده و بازماندگان سوگوارشان صبر جمیل و معاوضه دارین میخواهیم. در قدم دوم از فرد شما عزیزانی که امروز برای یادبود شهدای راه آزادی و آبادی وطن و راه دفاع از نوامش وطن گرد هم آمدین، صمیمانه تشکر میکنیم. یقینا دوستای عزیز که بقای کشور ما و رفاه ملت ما و عزت مسئولین ما در نتیجه شهادت های شهدای عزیز این وطن است. اگر ما لیست بگیریم، حتی لیست حوادث خونبار توریستی بگیریم، شاید در طول روز خلاص نشه. بنا نمیتونم به او تفاصیل برویم و در یک نقطه میگویم که اگر نام شهدا را از این وطن، از داشته های این وطن منفی کنین، چیز زیاد نمیماند این وطن. ما اگر یاد میشیم، اگر چیز قابل یاد شده نداریم، تاریخ گواه شهادت های سربازا و قهرمانای ماست. قهرمانای ما بوده که امروز وطن ماست و قهرمانا و شهدای ما بوده که امروز مسئولین مناصب مختلف در خدمت گذاری مردم ما قرار داره. کسی در مغالطه نباشه که این مناصب را که ما کمایی کردیم محصول زحمت کشی های ماست. نه خیر، به صراحت عام تام باید بگویم که مناصب و عزت ها و مصادر خدمت گذاری امروز اگر به دست ما است، یک امانت خون گرانبهای شهدای ماست و این را باید دائم یاد بکنیم و به این باید ارج بگذاریم که ما نیستیم، ولی نتیجه شهادت های جوانای رشید این وطن است، قهرمانای این وطن است. این را باید هیچ وقت از یاد نبریم. قطعا تمرکز خودی نداشته باشیم که ماستیم. نه، ماستیم که دیگرها خون دادن، شهادت ها را متقبل شده تا ما آسوده شد. بنان ما باید همواره و بدون فراموشی مدیون این قربانی های شهدای خود باشیم و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از مسئولین ادارات مختلف جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که به خون گرانبهای شهدای افغانستان بیش از پیش به دیده قدر بنگرد. یادبود فداکاری های پر افتخارشان را تجلیل کنه و قدم های مثمر و مفید را بردارد. برادران عزیز، امروز